در طول فعالیت یعنی خود را در مهارت کارگردانی هم سنجیدید؟ بله. در روی صحنه سینما هم سنجیدید؟ در روی صحنه تئاتر هم سنجیدید؟ زمان آوازخوانی هم کردید همچون هجویه؟ و برای چی باره کوشش نکردید که نطاق اخبار شوید؟ اون خبر نداری؟ از چی؟ او هیچ نمیدونی؟ نه آخه. تماشا کو. چی را؟ تماشا کو. اخبار تماشا کو، یک بار نگاه کو. کنی. انا مرحمت. سرشی؟ های میگفتی آخی؟ سلام تماشا بیننده گرامی. برنامه اخبار را آغاز بنماییم. در جنبستی نتیجه ها معین گردید که شماره صنعتکاران در مملکت 50% کاهش یافته است. سبب کاهش سرایندگان این است که بدون شنا نمودن در بحر بیکران هنر خود را در مجرای سینما غرق کردند. متخصصین ساحه همچنان ابراز داشتند که ستاره شدن این طایفه هنرمندان در شو بیزنس دشوار شده، آنها به سینما رو آوردند، ولی بیخبر از آن که از یکی ماندند و از دیگری رانده می شوند. نخستین مراتبه کشاورزان تاجیک پرورش غله‌دانه و جوار مکه را در گرمخانه ها به راه ماندند. موافق اطلاع وزارت کشاورزی مملکت، امسال در میدان بیش از 700 هکتار زمین که کلانترین گرمخانه در سیاره به شما می رود، غله‌دانه و جوار مکه کشت شده. پس از یک ماه حاصل غنداری شروع می گردد. شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی پایتخت حادثه دزدی را در یکی از خانه‌های استقامتی ناحیه مذکور آشکارا کرد. موافق اطلاع این نهاد، دو دزد نامعلوم با نام‌های تشریف خلیلوف و جمشید حلیموف به خانه هنرمند معروف تاجیک پرده قاسموف وارد شده. از آنجا 2 خلطه ناز، 2 جوراب و کلاهی نوش را که از کهنه بازار خریده بود گرفته بالای این 4 ترکنی آن خانه را زیر کرده از جای حادثه غیب زدند. بعد از دستگیر شدن تشریف خلیلوف و جمشید حلیموف، آنها ضمن پرسجویی پلکونیک ملیسه ناحیه علاءالدین عبداللهیوف و مایور نصرالدین نورالدینوف به گناه خود اقرار شده. گفتند که ما تنها یک شوخی کردیم. ولی جبر دیده پرده قاسموف به مقامات گفته است که پوزیش جنایتکاران را میخواهد. باید گفت که تفتیشات از روی این حادثه همانا دوام دارد. آفرین. وزارت تندرستی کشور در کنفرانس حفظ سلامتی انسان که در برزیل برگزار گردید با پیشنهاد دوا بر ضد بیماری زکام مقام اول را کسب کرد. وزارت تندرستی در کنفرانس مذکور پیشنهاد کرده است که 1 چایnik چای لیمون چای با و 1 طبق قرنطاب تاجیکی بهترین دوا بر ضد بیماری سرایتی زکام خواهد بود. همکنون طول 1 ماه است که در آشخانه های تمام کشورها طلبگار قرنطاب تاجیکی بیشتر شده است و
نرخ یک دانه لیموی تاجیکی با 50 یورو رسید است. اینقدر از زدید. خبرهای ورزشی. ورزشگری معروف تاجیک محمد عبدالرحمانوف دیروز در مسابقه بین المللی آید به منطوپیچانی مقام اول را کسب نمود. باید گفت که این پهلوان نامدار تاجیک با پیچاندن 100 منتو در 1 دقیقه مدال طلای این مسابقه را به دست آورده است. این زن انا اینه پهلوانی میگویم. اکنون در آخر برنامه وضع آب و هوای کشور را شرح می‌دهیم. امروز در تاجیکستان هوا تغییر یابنده شده. نه باران میبارد و نه برف. راستی گپ. نه گرم است و نه خنک. لیکن همین اپای جمیله همچنان واهمه کرد که باز بدونه که چی گفت. میگه که یک نمود آفتاب بگلد که سری کل بسوزد. خیلی سری همین هم گپ شده که ببخشید. لیکن شمال بشود. شمال از سمت شرق 10-20 متر در 1 ثانیه بوزد و تمام بدیهای را پرانده میبرد. ولی از پگاه باران میبارد همچنان میبارد که تمام فیض و برکت در سرزمین تاجیکستان شر میریزد. اینک اخبارمان با آخر رسید. سلامت و پیروز باشید. برنامه اطلاعاتی که در آن شما نطاقی کردید تماشا کردید. راستی گپ از آنجا تنها یک خبر محکوم شد. کجاش؟ بخش آب و هوا. تا همین سری مرا در نظر داشتی نه؟ من سر شما رو نه. من به سر شما کار ندارم. شما به سرتون اشاره کردی. باز هم اشاره بر عباره میکنه. با کنار عباره میبر عباره. یعنی زیر همون عباره که بر یک مرد 40 هنر کم است. بار لطیفه گفته؟ کی؟ این لطیفه بسیار گفته. او یک مرد از کار از وای برمیگردد، از سفر برمیگردد، وارد خانه‌اش میشود که میگه زنش بالای کت پهلوی نشسته یک کتاب کلان خوانده شده است. مردک میدارد بگه زنک با همه رامانت قطعی زنک یک میلرزد خودش به دست میگیرد. راما برای که وای همش را میداند. سلامت باشید. خوب اکنون تمنیات شما به مردم شریف تاجیکستان. خانه هر یک تاجیکستانی آباد و زیبا و خرم و خوشبخت و سیری و پوری و نشاط باشد. سلامت باشید استاد.